دخترم خوبی؟ شوهرت آمد؟ نه اوچه جان حال نامده. نه؟ من با تو چی گفتم ها؟ نه من با تو چی گفته بودم؟ او انا میخواد سوداگی کرده شی؟ از بالای سرت با 10 تا زن دیگر گرفته می آید. تو نمیفهمی؟ اوچه جان میفهمم آخه کارهایش بسیارند. ای سر تو بگو کار میکند میباید خسته دلم نمیشود یگان چی گویم شه. تو طرفی کی رفتی ها؟ او از مادرت عبرت گیر من داده تبی؟ ساعت 6 نشده الکی در خانه. آخر زود پرسیده ایست و در کجا میگردد با کیها میشیند؟ منو گوش کن اف پف نکن من بر تو کمتر خودت فکر کن. وای خودش کی؟ در کیسش یک تینی پوچک هم ندارد و؟ بله. من گپما گفتم تو فهمیدی؟ اوچه جان بله خیر امید آمد خیر بله. مادر نه بیست موقع نگیرم بسیار خسته میتوین؟ امروز بار زیاد آمده بود هم برو جابجا کردیم. امران خوبه؟ ها خوبه امران. لابه اوچه جان ها؟ شوهرت اجازت نمیدهد که تلفن اوچه جانت رو برداری؟ نه بخشش اوچه جان بند بودم. دیگر گپ نزن فشارم بلند نکن ها؟ پگاه تیار شو بخچه‌ات جمع کن خودم گرفته خانه میارم. اوچه تمام گپم یکتا. بوشید بچه جان نگو برو بچه جان نه وقت بچه جان شیفته یه برو.
امرا آشا جان من دادم یاد کردم. دادت نیست، دادت مرد. این خیلی دادی دایدویه نبودنش بهتر. دادم یاد کردم. صدقی فرزند شما باید دادت. آنوش چایته؟ چی شخ شده ماندی؟ ای خدا من گوش کن حالا یک ماه نگذشته همه پیاله‌ام شکستی همه چیزام پاره کردی هر کسا در خانه خودش فهمیدی بوزکمو چهچهش کم من گوش کن ارچتا گیرو خانه دادت برا همه اولادت نمانی با رنگو نمودی اولادت من بذار رنگو نمودی اولادت بذار فهمیدی منه بذار شدم تز جمع کن پیاله‌ایم بچه جون صبرینا جان اینو خیلی سخنی من است من خیلی کوشش کردم که زندگی من ویران نشود به همه کمبودی ها چشم پوشیدم 100 بار گفتم که به گپ مادرت گوش نکن هرچند مادر عزیز است بزرگ است اما عقیده سالم را نه همه مادران دارند من تمام داراییم را به تو بخشیدم خانه و در از تو فقط یک خواهش دارم فرزندم را خوار مکن تو مرا دیگر نمی‌یابی زمانی خواندن این مکتوب من شاید در وطن نباشم شاید در دنیا نباشم خدا حافظ نه نبایدم بشو آنجا این چی گوری کردن بود من زندگی کردم میخواستم
مادران عزیز، برای زندگی آسایشته دخترانتان درست اندیشه نمایید. طفلکان را زنده یتیم نسازید. پشیمانی ندارد سود.